خوش باشین جلالی صاحب. تشکر. سلام دوستای عزیز، همیشه در زندگیتون خوش باشه. به افتخارش. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ امرای کار و بار چطور هستین؟ جلالی صاحب دکتر هستین که پرسان کردین؟ خوب هستین؟ بله. دکتر هستین؟ ما دکتر هستم. خب پرسان کردین خوب هستین بخیر هستین دکتر؟ نه خواهمی که از صحتتان ما مطمئن شوم. اگر خدا ناخواسته کدام تکلیف داشته باشین اینجا دکتر پیدا میکنید. اینجا نشد میریم دیگه دکتر ها من میشناسم میریم. بازی کردی در کدام نقش میتونی راحت باشی؟ با هنرپیشه فرق نمیکنه جلالی صاحب. خب کمیدام دوست داری؟ بله. خب نقشای زن جنگره و یاره کار هیچ پرسان نکن جلالی صاحب. خداوند ما را از خداوند ما را از شرطان نگاه بکنه. مشنه کدام سرگذشت جالب خاطره؟ جلالی صاحب جا خاطره جالب داریم. خب دمی رمضان که گذشت دیگه در خانه شیر آورده بودم، در 2 خلطه از شیرای وطنی. خب ایره بیک بدرک خورد دارم. محمد سمیر نامش است، تقریبا 4-5 سالمه. ایره گفتم یک شد سر افطار در گلاس انداختم، دیگه شد گفتم بگیره در ترموز یخ بنداز که سرد شوه باز بیار که بخوریم. ایره برد گفتم انداختیشه، گفت انداختمش. حالا میگم خیلی برو شیره بر. میگم غار خو نشده بود. میگه نه من خودم غارش کردم انداختم قطعه و گد شد یخ میکنه باز بیار. جلالی صاحب یک خاطره جالب برات بگویم. خوب است. یک روز دیگه در ثبت هستیم اما تو قرار کم یک شن گفت این مردکه که دست خود بالا کرد امی کلگی یک دفعه مردکه دایرکتر؟ نه مکسه که در نقش بازی میکرد جلالی صاحب. این که ترکای دست خود بالا کرد که دیالوگ میگفت امی کلگی خنده میکنه. حالا میگم خدا میاد چرا خنده سوی تنبان از رفتن. فکایا میگین یگان؟ والا علاقمند هستم بعضی فکایا میگیم. خب بشنویم. میگه 1-2 نفر بچه ها میگه در دان کوچه شده بودن، با می دخترها که تیر بشتن پرزه میرفتن برشون نمره میدادن. یک دختر تیر شد، خب بر از این نمره دادن. یک دختر دیگه از این دور فاصله دور دیگه آمده رئیس یک دفعه که نزدیک آمد گفت مویا، گفت بتش 100 نمره. نفر خدا گفت دیگه قلم و کاغذ دادش نوت کرده بره. گفت چشم بتش 70 نمره. موزه. گفت موزه و خلاصه رقمی لا. نمبر داده میره دیگه. خب دیگه جلالی صاحب دختر نزدیک اومده میره میگه لب میگه بتش 120. خوی نوت کرده میگه تیز بته تیز. نه 140 بتشه. تیز کرده خوی نمبر داده میره که دختر نزدیک میگه بخ بچی پدر نالت میگه اخلاقش 0 داشته. خب جلالی صاحب میگه یک 3 نفر بودن. خب ما و شما واری یا نه دیگه نفرها بودن؟ جلالی صاحب شما گپ خوب بشنوین باز. خب نه خب ما 3 واری یا اینا 3 واری؟ نه اونا 3 واره. 3 تا واره. خب جلالی صاحب میگن 3 نفر بودن یا لب دریا میرفتن. خب لب دریا میرفتن یا نیانگ کته برآمده. برام 2 تاش خارجی بود، یکش پاکستانی. خب از یکش پرسان کرد از کجاستی؟ گفت من خارجی هستم. نیانگ را فرام خورد. دیگه ش پرسان کرد تو از کجاستی؟ گفت ما هم خارجی هستم مورم خورد. دیگه ش گفت تو از کجاستی؟ گفت من پاکستانی هستم. گفت برو به پیر سلام پارسل یک تا خوریم تال میدیم ال نکرد. جلالی صاحب می خالد جان کجاست؟ ما اومدیم که امروز چهره مبارک شه ببینیم. خالد جان دیگه تعریف میکرد مردم به او خاطر. خالد جان این پیتری ساختیم یکم امروز خرد شده. ما گفتم که سر خالد خود کل بودی چرا تو نه یکی که خرد ساخته امی ماشین که خرد ساخته که فشار آمده هم مویا بر آمده. در فامیلتان کسی دارین که سرش کل باشه؟ نه جلالی صاحب چرا گپ زدی تو؟ در خویشاوندا خیلی در فامیل شما هست 1-2 تا. بله چرا؟ خواهی چک ندارم ما. از شما کلش موی داره؟ چرا خنده میکنی؟ جلالی صاحب شما حتما کدام کل دارن پت کده؟ یک یازنه، یک شوی امه، یک شوی خاله دم قدر همی کلتان مویدار شوی کده؟
بیشتر بچه خود خنده کنم. تو که خنده میکنی بر گرفتگی ها معلوم میشی. برای به خاطر خنده گرفت. خواهم خنده چهره آدم کج کورک نیست. نه خیال چهره خود که خنده نمیکنه جلالی صاحب بازم چهرش کج کوره. نه و تو خود صحیح است کج کور است خیره. تو که خنده میکنی خیالم که مرا قرط میکنی. خب کاکا جان سعی کن این بچه تانه بفهمان غیر از سر بامبالا میشه گوی اشاره میکنه امی غیر دیوانه میشه ایره بفهمان که من دفعه دانش برات میده میکنه. بچیم اول خب بچیم نیست بیادر دادی من. خب من نمیفهمیدم. حال خب فهمیدی؟ باز در بام بچیم خو یا کالا ور کرده یا برف پا. آلی زن از کالا میشه میره ور میکنه؟ حال خو سیاسر خود خیلی در بام بالا کنه. نه در دولی تو تنها بزنیم. نه کاکا جان دروغ میگی. دروغ میگم من رفتم مونتان تلویزیون جور کنم یک دفعه طرف می رقمی کرد. اینه باز گناه خودشه. هیچ کس نمیگه دروغ مترش است. اما که خندید گرفت ما فهمیدم که کدام گپی هست باشه. آقای کجاست؟ با تو چرا آقای ترایی نکردی؟ تو ده آقایم چی کار داری وقتی که دخترش بود؟ آقایم نمیه یکی دویم دیگه مویای ازی که پلتیش تو برسیده بفهمه. کاکا ایره بگو صحیح گپ زنگنه باز مویاش مثل دسته گندنه وارز میکنم از بخیرش. با خدا به خاطر ازی قریب از بام بفتم آنها جور که طرف ازی که میسایی کنم قریب بفتم پایان. توهین نکنی یکی دیگر توهین نکنی. خیر است بچیم عجوز دیگه بالا نمیشه. چی مرا بچیم گفتم میره وز گیره بفهمانی مرا بچیم ساز دانو من نگی خیلی چیز زنم بگویم که بچیم مار سر گپ میرو خاله خو میگم بچیم یا دخترم اینه تو میگم ما میگم بان که قار تو بشینه بچیم خیلی چی بگویم مارو کاکا جان بان که پدرش بیا بیادرش بیا من کتا زمون گم میزنه وقت طرف نکو کتا برو مردای تا نرایی کن تا تیر کرنگ تا قواره تا سکو پدرش بیا فهمیده که پدر اومد دیچ اینجا نیستی گمت میکنه برو بچیم مردای تا نرایی کن برو موقت زن جور نمیم برو اگر من کسی خودت مگبزم چرا میترسی برو مردایتان روان که خب برو بچیم خیلی بوبوی ترایی کن برو بچیم برو تو که ببین چی سر کار حالا نامشم کی گرفتیم خب گفتم که یک کرلانتان رایی که گفتم مردایتان قبول نکردی بلاش کنم من سعی کرد بوی من چرا روان کنم حالا خب بچیم چیشم دریاست البته سعی کرده که زیر نفتم یا یه خانه همسایه بچیم تو خانه همسایه نه پدر جان من رقم تربیه کردن والا ما کی بچه را میشناسم من میگم در دامنش نماز خوانده میشه دختر هر فساد که زیر پای خودتان اینم تو کی بیادر زاده است؟ خیلی چرا گفت پدر من بچه دوستم تو مرا تربیه کردی هم یالا تو نگو؟ نه گفتم کاکا تو مرا امیر رقم تربیه کردی؟ از احترام پدر میگه دروغ گوی از این بچه لچه خال چی میکنی؟ میری خانه تان یا میری آمدی دیگه خلاص نه کارو تو بچه کتی زنگ مردم غلط نگی خودی دفعه گفتیم تانه دبان بالا میشه نه یک دختر دیگه دختر خوب برو یک شد تو گرفتی آمد دیگهش باز مجبور ما بگیرم دیگه باز اونجا او زنکه کجا میمانه که من دیگه زن کنم کاکا خودت گفتی برو آنتنه جور تو نه بچیم تو هم بسیار رندستی خوب فهمیدی که سیاسرهای یا خانه نیست حالا آمدی که باید ما مرا شماریته آمدی خبر سه که کاکای تو خندان آدم است آمده که خنده و مذاق کنه و لاغه جید گپ باشه خب قصه کو برو گمش که با جور میاییم آقایت که آمد قصه چی کنم بفهمنی را گفتم بینه بار آخرش باشه خود دیگه دبام بالا نمیشه به خاطر از امی دبام بالا نمیشم اون نادر خو میشناسی نادر بچه کاکایت بچه مرا خو میشناسی یعنی 11 سال است که شوروی رفته تلفن میکنم بیا بچیم میگم دختر همسایه شویی کرده نه خیلی نمیایم اون تالا نمیده شیسته از ترست بچیم فراری شده دختر
نگاه کنه. از ترس بوبویت ما هیچ آقایت ندیدیم که شهود خانه بوده باشه. این خب ما شما خود در همسایه هستیم یکی بعدگاه معلوم هستیم. همو یازنی کلت چی روزاره دیده از دست همشیره کلانت. کاکا منم یک طرف خلا دیگه بچه من روز دعایتان از سر و جنجالتان از ناق بار نگرفتید سیکو پاک ستره بچه میگید سن خانه ما. سیگا بزن طرف کاکا مرقمی نکو. کاکا منم یک طرف روان که کشتری رقم دخترها خلاشم میرم بیخی 50 سال دیگه نمیم افغانستان. اینه بچه نکو بان کم یک 4 نفر در خانه ما زندگی کنه. خیر از بچه بلیاد خدای نه سر پیشتان لک میکنم. خودتان بگو بوبویتان بگو یک ذره ساعتران بگردی ولای نه این که 6 تا میخواد چقدر گپه یاد از زنای بیواره. جلالی سر میگم پشت یک دختر خواستگار میامده. خب پشت یک دختر خواستگار میامده گفته مادر من میره نمیگیرم قدش از سایکو منارواره قوارش از سایکو من نمیگیرم گریان میکده که نمیگیرمشه. گفته بچه من دفعه کامت برو سعی بچه را ببی بچه مقبول است خیر بگل خیر که قدش مناروار است. این مثل شما بوده. گفت نه نمیگیرم چطور چیکار زیاد گریان کرد بهش گفت بچه ما برات می دوباره میکنم که دمی هر خاک دست بزنی اینو تو بچه برات پیدا شده. یک دختر دیگه تو دلش به تنگ آمده که خود دمی خانه دیگه یک شیر دیگه زمزمه میکنه خداوندا این دلم را شاد کن خداوندا این دلم را شاد کن مرا ز بند غم آزاد کن یا الهی از تو چیزی نخواهم یا الهی از تو چیزی نخواهم الهی پدرم را صاحب داماد پدر تا بفهمان این قسم سال شده غیر میرسون زنای مردم اشاره بازی میکنه باز خانه میگه که او دختر نان آماده کدی یا نه اعصاب ما خراب میکنه یک دقیقه بیرون نمیبره پشت خانه ری چلا نمیته بچه زنکی تا بفهمم با قرآن ام دفعه پوستش میکنم باز داینده بی‌احترامیش نبینم خلاص. حالا تو دیگه بانه نیافتی که پدرم از خانه بکشی کالی بانه رو جور کنی پدرم از خانه بکشی؟ او مردکه پدرت تا بفهمن ما نمبرایم نه دکار ما نمبرایم با قرآن اگه پایم از دروازه بیرو بانم خانه خودم از تو میری امیزنت میرار که هر جایی که میری برو بچه پدر جان از طرف ما چی بگویم برات پدر جان تو نمیفهمی بچه تا نمیشناسی 100 تا این رقم زنا رو صدقه سرت میکنم تو چی تو طرف خانه میکشیمش از خانه ما چم پیشتر خطانه میداد که باز بچه تو بیا باز ببین که چی کارا سرت میکنه من نماندم هنوز ما ترسیدم ما گفتم نزدیک برآمده بودم امیا رقم قمانده کرد اجرا نکرد به ما بگو من نوکرتون هستم خلاص دیگه دختر سر ما چق نبکنی خلاص از پیش ما که تیر و بیر میشی دان خوره پلاستر بکن دان تا بی پلاستر نبینم دیگه یه رموت بود که مادرت بیچاره را خدا ببخشش یه مت بود او قصه خلاص شد بچه او قصه مادرت گو خورد حال ازی بگو حال از خود بگو حال احترامش اکو که حال غم تو را نخوره مادر خوره خدا بیامرزش بچه مکتی زن تو جور نمیای مام که تو جور نمیای فهمیدی دیگه که جور نمیای دیگه مرا نگو که نان آماده کو چای آماده کو برای من نوکرت نیستم فهمیدی ما بچه سیکو گپا گوش بکو خو اینمی خانه و جای ما از شما برین هر جایی که میرین در دشت میباشی در چمن میباشی در هتل میباشی چکر میزنی هر طرف که میری بری چهار طرف تان قبله سوال کمدی نگفتی که من موترا دارم من خانه دارم من چه خبر شما در طبیله زندگی میکنه من از خاطر بوبویت گفتم نو دست پایت یک ذره نرم شد دمی خانه ما کتی او گرم دست تشوشتی دست پای خود که صابون نمیشش که استخوان مشکال آمده فهمیدی سر ما گفت یک 80 ساله بیبی داشتی 80 ساله بیبی داشت و صبحکی که از خواه میخود رو میور لب دریا روی رو میشود حالا آمده بیا در دماغش گنده شده سر ما ای خدایا عزیزی تو بابا و بچه برای نجات بده سر او سبزی ملاقه جنگی داشتن ما که آمدم نامزاد بودم البته این پدر و بچه خشونت نبکو پس جور آمد میکنیم